درود به همگی دوستان، خیلی خوش اومدید به کانال شاینی فاکس. سلام، خیلی خوش اومدین. مرسی که ویدیوهای ما رو دنبال میکنین. امروز اومدیم با یه سری سوالای چالش برانگیز و جنجالی. پس با ما همراه بشین که کلی اتفاقای خفن قراره بیفته. حالا از طریق هوش مصنوعی طراحی شدن، دوستمون برامون نوشته، ما نخوندیمش هنوز که بر خودمونم جنجالی و جدید باشه. پس یکی سوالا رو میخونه، اون یکی باید جواب بده و اینکه بدون فکر کردن باید اولین چیزی که به ذهنمون رسید رو جواب بدیم. پس لایک و کامنت و ساب یادتون نره که کلی ما رو حمایت میکنین و باعث میشین ما هر روز ویدیوهای خفن‌تری براتون بذاریم. پس برو بریم. اول سنگ کاغذ قیچی کنیم. باشه بریم. خب بریم. 3 2 1. 3 بار بعد. نه دیگه. قدم بعد. عجیب ترین دیالوگی که توی یه فیلم شنیدی و هنوز توی ذهنت مونده چی هست؟ مال سریال مریخه. مریخ؟ آره، روزگار مریخ. سریال ایرانی روزگار مریخ. میگه که تو فکر میکنی اون پاکته، در اصل پاکته. پلیس اومد خونه‌شون رو گفت که درسته شما مثلا بدبخت و فقیر هستین، همیشه تو نیوکرج باید بمونید، ولی در عوض خیالای خوشمزه‌ای دارید. تموم شد. خیلی تاثیرگذار. وای عالیه. من بهتون پیشنهاد میکنم حتما این سریال رو ببینید. به نظر من کسایی که سبک سریال فرندز رو دوست دارن 10 برابر بیشتر خوششون میاد از این سریال. آره خیلی کمدی باحالیه، از مجموعه فیلم‌های استار وارز جمع آوری شده، از اون ایده گرفته شده، ولی دیالوگای خیلی فان و باحالی داره. آره میای یه روز بشینیم تحلیلش کنیم، در موردش بیشتر صحبت کنیم. چون واقعا در حقش اجحاف شده، خیلی دیده نشد. کلا کارهای قاسم خانیان خیلی خوبن، واقعا تو کمدی حرفه‌ایه. یکی من خوب میتونم تو رو بخندونم، یکی برادران قاسم خانی. نوبت منه. نگاه نکن. اگه تبدیل به یه سوپر قهرمان بشی چی کار انجام میدی؟ مثلا مثل سوپرمن، مثلا بگیم اگه سوپرمن باشم توی وهله اول دنیا رو دو دستی تقدیم آدم بدا میکنم. چون اینجوری شهر خسارت کمتری میخوره. همیشه تو فیلم‌های سوپر قهرمانا دیدین مثلا سوپر قهرمان میخواد شهر رو از دست آدم بدا نجات بده، میزنن کلی ساختمونا رو میشکنن، ماشینا آتیش میگیرن، به فنا میره که مثلا نجات داد، دیگه هیچی باقی نمونده. چی نجات داد؟ واقعا اون اولش تقدیم میکرد خیلی خوب میشد. شاید آدم بد کارهای خیلی بهتری بکنه در حق اون شهر. آره دیگه. خب بریم سراغ تو. مجبور بودی یه شخصیت تاریخی رو به عنوان شریک زندگیتون انتخاب کنید، چه کسی رو انتخاب میکردید؟ با ذکر مثال توضیح بدم. شخصیت تاریخی، من هیتلر رو خیلی دوست دارم. هیتلر؟ اگه قرار بود یه روزی شریک زندگی انتخاب بکنم هیتلر رو انتخاب از فردا یه سیبیل اینجوری میذارم میام ساعت 4 صبح بایستا ساعت 4 صبح داره متن سخنرانی مثلا چیز میکنه، تمرین میکنه. با این صدا از خواب بیدار میشه. شاختن پختن واو. فکر کنم مثلا اون پیشبند آشپزی بسته باشه، بگه شاینی امروز برات سوسیس درست کردم. آدم نمیدونه عاشقش باشه یا بترسه. اصلا من قیافش نمیخوره مثلا سخنرانی اینجوری خشن داشته باشه. یکی از بزرگترین و بهترین نقاشی‌ها بوده. نقاشی‌هاش هم هیچ ربطی به جنگ و خونریزی و خشونت و هیچ نداره. هنرمند بوده. البته من یه جایی هم شنیدم که پشت این ماجرا یه شخص دیگه ای بوده و هیتلر چون سخنرانیش خوب بوده اون انتخاب شده که مثلا مجری این ماجرا باشه، داستانا مثلا مدیریت کنه. من احساس میکنم 2 دقیقه دیگه از پنجره این کماندا اسنایپر میزنن، نور قرمز الان میاد رو خب تا نزدن بریم سوال بعدی. اگه یه روز بدون دلیل منطقی دلت بخواد تو خیابون برقصی چه آهنگی انتخاب میکنی؟
تنها ترین آهنگی که به نظر من آدم رو به رقص در میاره آهنگای مایکل جکسونه. خیلی مثلا وای چقدر جالب. اینجوری وای فکر چقدر دلم میخواد اون صحنه رو بستا ببینم. باید درونگرا و جدی. تو درونگرایی سخته ولی دیگه گفتی اگه مجبور باشی دیگه مجبوریم کاری نمیشه که مجبوری میفهمی. خب بریم سراغ سوال خب حالا نوبت کیه؟ تو. اگه میتونستی با یه شخصیت تاریخی مبارزه کنی اون کی بود؟ شخصیت تاریخی؟ چرا همه شخصیت تاریخی به من میفته؟ از دوست نمونده توست آخه به من خط بدی میفته. هم داره آدم سختی همه خودتون میگه. آره. خب شخصیت تاریخی با هیتلر؟ نه هیتلر که معشوقم بوده. گاندی بکن مثلا اول مبارزه اول منو به صلح دعوت میکنه بعد ببینم مثلا چیز نیستم پارچه سفیدشو میکنه و لاغر و چقرم هست. بعد فکر میکنم سیکس پک و اینا هم داشته باشه گاندی نه؟ آره. خیلی مثلا لاغر و عضلانی به نظر میرسه. آره تا پای جون مبارزه میکنه اصلا کم نمیاره. خیلی باحال میشه. باحال بود جوابه. یکم هم خب نمیشه دیگه داره تقلب میکنید باشه بچه. چه دقیقه. وای میتونم فاش بدم با دست خطت؟ به نظرت اگه بتمن با شلوارک بیاد مبارزه چی میشه؟ بتمن باید تو سواحل هاوایی باشه که مثلا با شلوارک میاد تم هاوایی. شنیدم آدم بعدا ازش سوپر هیرو مثلا شورتشون رو شلوارشون میپوشن. سوپرمن اینجوری. خب بتمن هم اینجوری باشه خب آدم بعدا ازش حساب نمیبرن هیچکی نمیترسه ازش. به نظر اون کاستومشه که مثلا خفنش میکنه. خب با کاستوم باشه حالا شلوارک باشه چی میشه؟ سگ سوبر. سوالت خیلی سوبر. خب حالا نوبت منه. درست نوبت من. همیشه نوبت شما. Ladies first. یه روز از خواب بیدار بشی و تبدیل به یه حیوان بشی کدوم حیوان رو دوست داری؟ ونوم میتونه حیوان باشه؟ ونوم خیلی باحاله ولی خب یه هیولای خیالی. حالا یه حیوان مثلا واقعی تر انتخاب کن. خب من از اسمم معلومه شاینی فاکسی. روباه. آره یه روباه قاشیه. ویدیو بعدی رو با اون کاپشن روباهیم میگیرم همه بدونن. اگه دوست داری من ویدیو بعدی رو با کاپشن تو این گرمای اینجا استودیو با کاپشن روباهیم ویدیو رو ضبط کنم حتما بهم بگید تو کامنت. دوستان اگه مثلا نظری دارن تو کامنت ها برامون بنویسن ببینیم مثلا جواب اونا چی بود. شاید جواب خیلی حرفه‌ای‌تر داشته باشه. اصلا خرچنگ هم نه. اگه خرچنگ بودم بازم دوستم داشتی؟ تو خرچنگی خب. من خرچنگم هستم. ماه تولدته. آره حالا نگو همه چیو. کسی نباید بدونه من کیم. نباید مشخص شه من چند سالمه. خب بابا ول کنید دیگه وا بدین. حالا شخصیت مهمه نه که چند سالته و چه ماهی هستی و چه سالی هستی. پیر دیده میشم خانوما ازشون سنشون نمیپرسن. البته یه موضوعی هست تو سمت کشورهای آسیایی هرچی مثلا سن آدم ها رو بیشتر تخمین بزنی طرف خوشحالتر میشه چون میگه که مثلا آره با تجربه تر و پخته تر به نظر رسیدن خوشحال میشه. ولی مثلا تو ایران یا اروپا و آمریکا این فرهنگ غربی که ایران هم از فرهنگ غربی هست یکی که مثلا میگه سنت پایین به نظر میاد طرف خوشحالتر میشه. آره من اتفاقا اون فرهنگ شرقی رو بیشتر دوست دارم که سن هرچی بالاتر باشه تجربه و اون احترام بیشتر میشه. سواله اگه بخواید شخصیت خود رو با استفاده از یه وسیله آشپزخونه توصیف کنید اون چیه؟ چه سوالای سختی. چه سوالایی اینا از کجا آورد؟ چت جی پی تی رو بده من باهاش صحبت کنم کارش دارم. اوون توستر باشه همیشه گرم و هاته بعد اسمم هم میذارم حاتم. چرا؟ چون خیلی حاتم. اسم چیه؟ کلم. چی؟ کلم. کریم؟ وای یاد سریال طلسم شدگان افتادم. اونم خیلی خوبه.
اگه من همزن برقی بودم بازم دوستم داشتی؟ اگه همزن دستی بودی هم دوست داشتم. یه قلب اینجا درست کن. خب حالا سوال دیگه نوبت منه. فقط یک فیلم یا سریال برای همیشه در دسترستون بود، کدوم رو انتخاب میکردی تا آخر اون فقط همون رو ببینید؟ خب خیلی از فیلم ها هست که اینجوری. آره فیلم و سریال زیادی هستن که دوستش دارم، ولی خب ترجیح من تا آخر عمر اگه باشه، تو میتونی حدیث بزنی من چی میخوام بگم؟ میبام بگی؟ 3 2 1 فرندز. فرنج؟ نه فرندز. فرنج هم دوست دارم ولی خب فرندز چیز دیگه از سبک زندگی. آره واقعا این اعضای خانواده هستن برای آدم. وقتی که پلی نیست تو خونه آدم دلش تنگ میشه براش. یه مدت خیلی افتاده بودیم نگاه میکردیم. آره. چند روز درگیر کار و زندگی بودیم ندیدیم. میگفتم که واقعا دلم برای شخصیتش تنگ شده. آره یه مدت یادت مثلا کاری که میکردیم توی اون چیزم سریالم مثلا صحبت میکردن در موردش. آره شلوار جینای جدید منو بپوش. همون لحظه داشتی شلوار جین میپوشیدی بعد آره. زیرنویس همون فیلم رو با که از شلوارهای جین من بپوش. آره خیلی جالب بود. خب اتفاقات جدیدا خیلی میفته تو زندگی. آره همه هم میفته. حالا نشونه چی هست؟ چی میتونه باشه یعنی خیلی عجیبه. ما باید یه روز یه پادکست بذاریم بیشتر بشینیم با هم دیگه در مورد این مسئله صحبت بکنیم چون خیلی حرفای نگفته داریم. دوست داری؟ ایده‌مو دوست داری؟ خب پس بریم سراغ سوال بعد. خب اگه مجبور بودی یه روز کامل با یه شخصیت فیلم یا انیمیشن زندگی کنی چه کسی رو انتخاب میکردی؟ شریک زندگی نمیدونم همسر میشه یا نه شریک زندگی نبود. یه روز کامل با یه شخصیت فیلم یا انیمیشن زندگی کنی. خب جک اسپارو رو دوست داشتم چون به نظر میرسه همیشه رو جنسه، اصلا حالت طبیعی نداره. اصلا سوبرنی حالت طبیعی نداره. وای زندگیش خیلی مثلا تو فراز و نشید و این حس زندگی میده. همیشه روتین بودن و اینا واقعا یه تکراره. قراره از خواب بیدار شم بیام ببینم یه مشدوز دریایی کثیف و مست اینجوری لش کردن رو مبلا و دارن بلند بلند حرف میزنن، یکی پا نداره پاش چوبیه یکی دستش از اون قلاباز. چه وضعیت قراره باشه. حالا نوبت من. درست نوبت من. اگه یه جادوگر میخواست یه آرزو رو برات برآورده کنه چی رو انتخاب میکردی داشته باشی؟ لیفان شاسی بلند. لیفان شاسی بلند چرا؟ لیفان شاسی بلند دوست دارم، میخوام همین الان میخوام. یه لامبورگینی چیزی میخواستی؟ من فعلا لیفان شاسی بلند میخوام. اینو بده تا لامبورگینی. شاید هم مثلا جاروشو بده باهاش برم دور دور. نه قشنگ. بعضی وقتا بده منم صبح برم سر کار. آره خب اینجا باشه صبحاتو برو سر کار از که آوردی سوارت میکنم اینجا میره هم دیگه. یاد چیز افتادم یه جوکی هست میگه که یه بنده خدایی یه چراغ جادو پیدا میکنه بعد قوله در میاد میگه که 3 تا میتونی آرزو داشته باشی. میگه که 3 تا نیسان آبی میخوام. بعد میگه چرا نیسان آبی 3 تا؟ میگه 3 تاش هم میخوام بپوشم پلاشو بذارم رو هم دیگه یه خاور بخرم. خب خیلی خوب منم همون کارو میخوام بکنم. لیفانو به من بده بپوشم پولاشو بذارم تو بانک مثلا 2 برابر شه بعد یه ماشین بهتر. خب سوال بعدی اگه خانواده شما یه برنامه تلویزیونی بود چه ژانری انتخاب میکردی؟ اگه خانواده ستایی خودمون باشه کمدی عاشقانه هست، کمدی رومانتیک میشه کمانتیک ژانر مخصوص کنه رومانتیک. ولی مثلا خانواده های پدر مادری اینا باشه دوام میشه مثل برادران لیلا فکر کنم همه دیده باشن در از همه خانواده های ایرانی برادران لیلا هستن. عجیب. خب سوال آخر یا قاضی الحاجات اگه یه روح بهت پیشنهاد دوستی بده قبول میکنی یا فرار میکنی؟ راستش قبلا دوست داشتم قبول کنم چون نیاز به یه ندیمه یه نفر که کارامو انجام بده
اتفاقای پیش رو برام چیز کنه داشتم، ولی از اون روزی که تو تخت بودیم میخواستیم بخوابیم، بعد اون قوری و وارمر صدا میداد و میگفتش که الان یه نفر اینجا با سم سینیا رو آورد میگه بفرمایید چایتون حاضره. آخه با سم چجوری میتونه سینیا بگیره؟ از دستش میاد اینجوری میذاره رو. واقعا با سم چجوری کاری خونه رو میکنن، کارشون رو میکنن؟ آخه اونا نمیگیرن، فیزیکی نمیگیرن، رو هوا خودش میمونه. نه فرار میکنه. آره. یه سنجاق بهش بزن بگیریم کار بکشیم ازش. کار میکشی؟ ولی اونا جن نبودن. جن بودن آره. اونا از ما بدترونه، از ما بهترون. مثلا روح باشه. روح چه کاری از دستش برمیاد؟ از دیوار رد میشه مثلا. آفرین. میتونیم به عنوان تردستی براتون باهاش ویدیو بگیریم. آره بریم مثلا خونه همسایه ها رو سر بزنیم. آره ویدیو هم بگیریم براتون بزنیم تو همین چنل. پس لایک و کامنت و سابسکرایب داشته باشین، اون زنگوله رو هم بزنید که اگر ما یه روح رو آوردیم ازش استفاده کردیم ویدیو گرفتیم شما هم ببینید. اون دیگه سوء استفاده میشه. سوء استفاده میکنید. ممنون که تا آخر ویدیو با ما بودین. بازم دیگه با ما بودین دیگه. با ما بودین. تا ویدیوی بعدی خداحافظ.